رهبر شرکت غیور گروه اکبر اسدالله بر یک اویله افسر و عسکر ففتیده 10,000 سومونی، برای خانواده های هر زخمی 5,000 سومونی و به اویله هایی که پیوندانش را در مناقشه اخیر مرزی از دست دادند 5,000 سومونی کمک جدا کرده است. همین طور اکبر اسدالله برای از نو ساختن بناهای معموری و منزلهای استقامتی ساکنان که در جریان مناقشه‌های اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان خراب شدند با 100 تن سمنت کمک نموده است. اکبر اسدالله گفته است در چنین لحظه های دشوار وطن ما نباید بی‌طرف باشیم. هر کدام باید به طوری که میتواند در حمایه مرز و بوم خویش سهم گذاریم. امروز فقط در عمل ثابت کردن وطن دوستی ما رسیده است. لازم شود در راه حفظ وطن جانمان را نثار میکنیم. بیایید دست به دست گرفته سرزمین اجدادیمان را حفظ نماییم. در این لحظه های دشوار همدرد و مددگار سربازان وطن باشیم. اکبر اسدالله پسر مرحوم اسدالله غلاموف سابق معاون سروزیر تاجیکستان است. شرکت او چندین کارخانه بزرگ از جمله کارخانه های سمنت براری را در اختیار دارد. روز 22 سپتامبر سال 2022 یک کاروان عبارت از 45 ماشین پر از کمک‌های مادی از نام پرزیدنت تاجیکستان نیز برای عائله‌های از نزاع‌های نزد سرحدی ضرردیده ولایت سوخت فرستاده شد. ارائه این کمک‌ها به ضرردیدگان در پی درگیری‌های مسلحانه 14-17 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان است که از هر دو طرف بیش از 130 کشته به جا گذاشت. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیاد است.